در برنامه نقد فیلم این هفته نگاهی پرتاب می‌کنیم به باقی مانده و دورریز مستندهای انتخاباتی موجوداتی که قرار بود در سیرک انتخاباتی ولایت ورجه ورجه کنند. ولی سعی کردیم جامعه رو آرام کنیم. فیلم اول مردی به نام اسب، مستند انتخاباتی حداد قاطر، قاطری که سخنان صاحبش را با دلش میشنود. من سخن ایشون رو فقط با گوشم نمیشنوم، با دلم میشنوم و همیشه میگم من به اندازه‌ای به شخص رهبری علاقه‌مندم و معتقدم که اگر ایشون رهبر هم نبودند من همین رابطه رو با ایشون می داشتم. عجیبترین ویژگی او این است که نوه دارد و با آنها آلبوم عکس‌های من و بابام را نگاه می کند. وای غلام، عطوفتت عطومون کرد. هیئتی داشتیم توی محله. او همانقدر که به نوه‌هایش علاقه دارد به پسر حافظ اسد هم علاقه دارد. امروز اگر ایران در سوریه از بشار اسد حمایت نکنه، فردا شماها باید در ایران زیر موشک‌های اسرائیل قرار بگیرید. گفتنی است که در حین ساختن این مستند پدر دامادش یعنی مقام عظما دامت برکاتو بهش گفت غلام بکش کنار، مثل قالب یخ افتادی تو تنور انتخابات. اینجا بود که غلام رفت تو لک و نشست پای مستندهای بقیه. میدون اومدم، شاید برای اولین بار هست که خودم رو دارم عرضه میکنم. مستند بعدی با نام خفه بمیر، کاری است از کمپانی خاتمی اینا با شرکت مجسمه سکوت عارف. تو ترانساکشن ساده تر مثل کانال مالتیپل اکسس، مثل کانال برودکست به دست نیامده باشه، ریلر رو ظرفیتش به دست بیاریم. در سکانس اول میفهمیم او چند کلمه انگلیسی بلد است و به طور کاملا اتفاقی یک دانشجو سوال معناداری میپرسد تا ما بفهمیم که یک شبکه به اسم طرف ثبت رسیده و خلاصه کارش درسته. چی مبنای کارتونه؟ شبکه معروف عارف که هست ارتباطی داره اون شبکه؟ اولا یک جنبندی روشنی رو ما داشتیم من تزمم مطرح کردم اون زمان که چون اولین بار من ظرفیت این شبکه رو پیدا کرده بودم به اسم شبکه عارف مطرح شد. تازه این که چیزی نیست، دیالوگ اتفاقی بعدی رو داشته باشید که با 4 کلمه هم سابقش رو خرج میکنه و هم به ولی فقیه کد میده که جیگر بحث سیاسی کردن تو دانشگاه نداره. هم جلسه آخر بود، بحث انتخابات هم پیش رو هست. بالاخره یه فرد واقعی بیاد با مدیریت با عقلانیت بخواد این جامعه رو مثلا هدایت کنه. واقعا می‌خواستم این برنامه‌تون چی هست؟ یعنی کلا نظر خودتون واقعا چجوری است؟ من میدونید در طول شاید بیش از 30 سالی که درس دادم خب مسئله سیاسی هم داشتم، اجرایی هم داشتم، هیچ وقت اجازه ندادم سر کلاس یه بحث سیاسی مطرح بشه حتی 1 دقیقه از وقت. این سوالم رو اینجا جواب ندم، میریم بیرون از کلاس، در خدمتتون اگر خواستید جواب میدم بهتون که بتونیم صحبت کنیم. در ادامه برای رأی جمع کردن به بیننده نشان می‌دهد که در گذشته مثل سیدعلی گدای روزخان نبوده، بلکه در واشنگتن با هیپی‌ها خیابان متر می‌کرده. اما با همه این سوابق باز هم کسی او را تحویل نمی‌گیرد و حتی در خیابان جلوی دانشگاه هم کسی به او محل سگ نمی‌گذارد. نقطه اوج فیلم یک سکانس بسیار طبیعی و ملودرام از یک شب از زندگی اوست که او می‌رود همسرش را به خانه بیاورد. آنها روحشان هم خبر ندارد که جلوی ماشین یک دوربین نصب است و بهشان میکروفون وصل شده است. به خاطر همین با هم یزدی صحبت میکنند که حداقل شاید در یزد یکی بهشون رأی بده. نه من یه زنگ میزنم داره خونه اینجا گیرمونه ایمد حالا گفتم حالا که اومدی سر را من یکی داره خونه نزدیک خونه آشنا اگه باز بشم یه جوری میرم شماراشونو گرفتم که بدم داروخونه زنگشون بزنه اگر دوا بود چیشی انشالله زنگشون بزنه اگر دوا داشتم انشالله
انشالله مشکل نداره. خیلی خوب. امشب چقدر هوا خوبه. بارون خوبی اومد. فکر کنم بباره امشب. بعد از اجرای این نقش عارف متوجه شد که در سکوت کردن مهارت بیشتری از بازیگری دارد. بنابراین برای ادامه دادن به سکوتش از انتخابات کناره‌گیری کرد. فیلم خفه بمیر برنامه امشب خونه عارفینا. سید محمد قرضی. فیلم بعدی فیلم دیوانه ای از قفس پرید، دیوانه ای در قفس برید با شرکت سید محمد قرضی. او قبل از این فیلم در کارتون گالیور در نقش من میدونم بازی کرده بود. میدونم که وضعیت از اینم بدتر میشه، من میدونم که برمیگرده، من میدونم. معدن متروکه صاحبش حتما فراری شده، خونه هام رها شده، تورم پوست اون آدمو کنده، حتما صاحبش الان زندانه. قرضی هرچه گشت هیچ موفقیتی در زندگیش پیدا نکرد الا این یکی. در دوره دبستان همیشه شاگرد اول بودم. مردی که با امامش از ما قبل تاریخ آمد تا ما را به قرون وسطا ببرد. که میخوام بگم قرن 20 یعنی قرن امام. سید محمد قرضی. تو مناظره ها کلی زور زد که خودش رو هیچ کاره نشون بده، اما دندونهای دراکولاییش از وسط مستند زد بیرون و نشون داد که چه هیولایی پشت این فیس قایم کرده. سال 1357 که انقلاب پیروز شد، در اردیبهشت من مجوز تشکیل سپاه پاسداران را از امام گرفتم. وی یکی از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و سمت‌های مختلفی را در سپاه پاسداران به عهده گرفت. این یک تریولوژی بود برای شمردن دندونهای اسب‌های بازنده نمایش انتخابات.